بعد از هفته‌ها تنش، زنگ خطر اصلی از بغداد به صدا درآمد. منابع عراقی فاش کردند که وزیر جنگ آمریکا با همتای عراقی خود تماس گرفته و پیامی صریح و بی‌سابقه داده است. عملیات نظامی قریب الوقوع است. گروه‌های مسلح عراق دخالت نکنند. تحلیلگران معتقدند هدف اصلی این تحرکات هشت شعبی عراق است. تنها بازوی محور مقاومت که هنوز به طور جدی آسیب ندیده است. آمریکا از آن بیم دارد که هشت شعبی عملیاتی مشابه با 7 اکتبر را علیه اسرائیل تکرار کند. اما فقط آمریکا نیست که تهدید می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی فاش کردند که موساد و ارتش اسرائیل خود را برای گشودن جبهه‌ای جدیدی در عراق آماده می‌کنند. سناریوی آنها پرتاب موشک و پهپاد از خاک عراق علیه اسرائیل. در شرق خاورمیانه، پاکستان درگیر تنش‌های مرزی شدید با همسایگان است. این ناآرامی‌ها ظرفیت‌های منطقه‌ای و منابع نظامی را در آسیا تقسیم می‌کند و بر موازنه قدرت تأثیر می‌گذارد. در شمال آفریقا، لیبی همچنان در خلاء قدرت فرو رفته است. این کشور به میدان جنگ نیستانی برای قدرت‌های بزرگ از ترکیه تا روسیه تبدیل شده که با حمایت از طرفین درگیر معادله قدرت در مدیترانه را تغییر می‌دهند. سفر معاون وزیر خارجه ایران به عمان این سوال را مطرح کرده است که آیا آمریکا پیامی برای از سرگیری مذاکرات ارسال کرده یا صرفاً یک عملیات فریب برای مهار واکنش تهران است؟ تماس‌های تهدیدآمیز مقامات آمریکایی و آمادگی‌های موساد نشان دهنده الگویی جدیدی است. حرکت از توازن بازدارنده به سوی آمادگی عملیاتی پیش تهاجمی در جهان. اما احتمال می‌رود این هشدارها یک جنگ روانی در آستانه انتخابات منطقه‌ای باشند. مقامات ایرانی تأکید کرده‌اند که در هر گفتگویی با عراق درباره این تهدیدها صحبت شده است. ایران در صورت حمله به متحدانش باید تصمیم بگیرد. آیا حمله را دور می‌زند یا با مقابله شدید خطر گسترش جنگ در خاورمیانه را پذیرفته؟ تحلیلگران اکونومیست پیشبینی کردند که در سال 2025 با بازگشت احتمالی ترامپ تنش‌ها کمتر شود، اما ریسک جنگ منطقه‌ای همچنان بالاست. این تحولات رد پای یک حقیقت را اثبات می‌کند. خاورمیانه در حال حرکت به سوی یک درگیری بزرگ چند جانبه است، حتی اگر موقتاً آرام به نظر برسد.